سلام بینندگان ارجمند، شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. امروز سه‌شنبه 22 ایول است و این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی. این برنامه با زحمت همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا به سرخط موضوعهای این نشر توجه کنید. محاکمه 19 گمانبر در حمله به تالاری کنسرتی کروکوس روز 4 اوگوست در دادگاه نظامی مسکو آغاز می‌یابد. اکثر آنها شهروند تاجیکستانند. برای پشتیبانی از محمد اقبال صدرالدین پول فرستادند و اکنون به جوابگری کشیده می‌شوند. دادستان کولاب پرونده ساکنان دهنه را شرح داد. قریب که همش مسئولی سود کرده شده است. این حال بررسی سودشون قرار دارند. بعد 15 سال تنفس، کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمان در شمال تاجیکستان دوباره فعال می‌شود. این نوبت با سرمایه‌گذاری چین. اگر که من خطا نکنم 50 میلیون دلار اینوستیسیون باید شود. همچنان درباره یک کشتار عاشقانه در پاکستان گزارش داریم که قربانی قانون‌های قبیله‌ای شدند. ولی حالا خبری از مسکو. در مرافعه پیشکی متهمان حمله به کروکوس که دیروز برپا شد، تصمیم گرفتند که محاکمه این پرونده ماه اوگوست آغاز می شود. دفتر مطبوعات دادگاه در مسکو گفته است مرافعه تحت نظر هیئت از 3 دادرس برپا می شود. در حمله کروکوس پارسال 149 نفر کشته شد و اساساً شهروندان تاجیکستان برای صادر کردن این جنایت عیبدار می شوند. تفصیلات از همکارم طاهری سفر. محاکمه پیشکی دادگاه متهمان حمله به تالار کنسرتی کروکوس روز 21 ایول چند ساعت دوام کرد. دادگاه دومی نظامی حوزه غربی شهر مسکو قرار کرد که مرافع اساسی دادگاهی روز 4 اوگوست در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو آغاز شود. محاکمه باید با صورت بگیرد. در کرسی گمانبران به جنایت 19 نفر و اساساً شهروندان تاجیکستان می نشینند. روز دوشنبه در جریان مرافعه دادرس چند درخواست گمانبران را رد کرده است. از جمله وکیل دفاع 95 جبردیده لودمیلا ایور به خبرگزاری تاس گفته است که دادگاه درخواست 4 گمانبر را رد کرد که می‌خواهند پیگرد جنای آنها خاتمه یابد و مرافعه با اشتراک هیئت منصفه برگزار شود. ایور اینچنین گفته است که دادگاه درخواست بعضی از گمانبران را درباره تفتیش تکراری پرونده قبول نکرده است. معلوم نیست تا کجا همه گمانبران با وکیل دفاع و یا دیگر نوعی حمایت حقوقی تامین هستند یا نه. مثلا آیا نمایندگان سفارت تاجیکستان در دادگاه شرکت می‌کنند و یا این دفعه نیز آنگونه که به جریان تفتیشات راه نیافتند حضور نخواهند داشت. همچنین آیا خویشاوندان بازداشت شده ها از تاجیکستان به مرافعه راه داده می شوند و این و دیگر پرسش ها فعلا بی جواب هستند. در حمله تروریستی به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال 2024 149 نفر کشته شدند و 609 کسی دیگر جراحت برداشتند. در عموم مقامات روسیه 19 نفر را در انجام این حمله متهم می‌کنند و اکثر آنها شهروندان تاجیکستان هستند. گروهی به نام دولت اسلامی در آن زمان مسئولیت حمله را بر دوش گرفت، اما مقامات روسیه گفتند که مهاجران تاجیک حمله تروریستی را با امر خدمات مخصوص اوکراین انجام دادند، ادعایی که کیف رد کرده است. مقامات تفتیشاتی در منطقه کولا به طور غیر مستقیم تصدیق کردند که گروهی از ساکنان محلی از روی اتهام فرستادن پول به یک منعقد اشدی حکومت تاجیکستان محمد اقبال صدرالدین بازداشت شدند. این صحبت امروز در نشست خبری نقشوی دادستان منطقه کولاب صدا داد. تا حال مقامات این پرونده را شرح نداده بودند و ناروشنی ها همانا باقی میماند. گزارش میرزانبی خالقزاد. دادستان منطقه کولاب در نیم سال گذشته 73 پرونده وابسته به تروریسم و افراطگرایی را بررسی کرده است. در این باره روز 22 ایول دادستان منطقه در یک نشست خبری صحبت کرد. جنایت‌های اکستریمیستی تروریستی در منطقه کولاب یعنی که 10 شهر مایو آغاز و مورد تفتیش پیشکی قرار داشته. اکثریت این پرونده‌های جنایتی قریب که همش مسئولی سود کرده شده است. این حال بررسی سودشون قرار دارند. ماه می امسال مقامات 12 نفر را با اتهام مبلغ گذاری به سامانه اصلاح نیت بازداشت کرده بودند. آن زمان گفته می شد که همه آنها ساکنان جماعت دهنه کولاب هستند. یک مقام دادستانی گفت در میان بازداشت شدگان ساکنان دیگر محله های کولاب نیز هستند. یکان جنایت‌های اکستریمیستی تروریستی به
در همش حتما دستگیر کرد به حبس گرفته می شود. ساکنای دهنه هم از پاکش منطقه کلوب 73 نفر. ماه می چند ساکن کولاب به رادیو آزادی شکایت کردند که چندی از خویشاوندانشان را با اتهام گذرانیدن مبلغ به سامانه اصلاحنت بازداشت کردند. بازداشت این افراد که اکثرا مهاجران سابق هستند بر اساس یک فهرست از سیبربانک روسیه صورت گرفته است که در اختیار مقامات تاجیکستان گذاشتند. به گفته او از این فهرست معلوم کردند که گویا مهاجران تاجیک هنگام کار در روسیه به حساب مؤسس سامانه انتقادی اصلاحنت که به محمد اقبال صدرالدین تعلق دارد پول فرستادند. این مخالف حکومت تاجیکستان که برنامه‌های انتقادیش درباره سیاست‌های دولت را در یوتیوب نشر می‌کند، گویا از حساب مهاجران بازداشت شده پول به دست آورده است. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر سخت تنقید می‌شود که با بهانه مبارزه با افراطگرایی و تروریسم آزادی‌های بنیادی مردم از جمله حق آنها برای آزادی بیان و آزادی اعتقاد را محدود و یا زیر پا می‌کند. در پاکستان حادثه قتل جفت مرد و زن بسیاری ها را دهشت زده کرد که برای عشق آزاد و اختیاری و ازدواج بدون اجازه اعضای قبیله اشان بهای گرانه پرداختند. مقامات در منطقه قبیله نشین بلوچستان روز 21 ایول نتیجه های تحقیق پیشکی خود را درباره حادثه زیر نوار ویدیویی به قتل رسانیدن دو عاشق را گزارش دادند. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی نشر و آنگونه که گفته مورد خشم و غضب بسیاری ها در پاکستان محافظه‌کار گردید که طلب پیدا و به جوابگری کشیدن گناهکاران را کردند. در این نوار ویدیویی دیده می شود که زن در احاطه مردان زیادی قرار دارد، در دست کتاب قرآن از مرد درخواست می کند که 7 قدم قفاتر از او بایستد. مرد با تپانچه در دست به این زن جوان از پشت تیرخوری می کند. همین گونه شوهر این زن هم کشته می شود و حتی بعد به زمین افتادن این دو نفر هم تیراندازی به جسد بیجان آنها ادامه می یابد. کشتار در یک محله کوهی رخ داده است. در اطراف ماشینی زیاد دیده می شود که به احتمال زیاد به مخصوص تشکیل شدن این کشتار دلالت می کند. سرفراز بوختی وزیر کلان بلوچستان که یک منطقه بسیار محافظه‌کار قبیله نشین می باشد بعد خشم و غضب زیاد در جامعه پاکستان وعده داد که همه مسئولان این حادثه به جوابگری کشیده می شود. ما این موضوع را با سردبیر رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی در میان گذاشتیم و سوال اول من از داوود خان خطک این بود که آیا تا حال ساختارهای حکومتی پاکستان در این زمینه چی کردند و درباره قربانیان این کشتار معلومات بدهد. حکومت در ولایت بلوچستان حادثه را تصدیق کرد و گفت که آن در نزدیکی‌های کویتا پایتخت بلوچستان در روزهای عید قربان روی داده است، یعنی تخمیناً یک ماه پیش. تا حال 11 کس بازداشت شده است. اسم جوان زرق و دختر شیتال بوده است. هر دو بلوچی تبار بوده از محل زیست خود فرار و ازدواج کردند. آنها روزهای عید به منطقه برگشتند. همان زمان از جانب مردم قبیله بازداشت گردیدند. آنها به یک منطقه کوهی بیرون از دهه برده و از جانب گروه مردان از تیر و طوفان کشته شدند. سوال دیگر این بود که واکنش جامعه و فعالان حقوق چی بوده است؟ مگر نمی شود به این حادثه ها خاتمه داد؟ این حادثه را هم حکومت و هم سازمان های حامی حقوق محکوم کردند. در کشور هر سر چند وقت حادثه های به اصطلاح کشتارهای ناموسی روی می دهند. بسیاری این حادثه ها ثبت نشده می مانند. جدا از خود قبیله ها چون این حادثه ها در منطقه های شهری هم روی می دهد، چون مردها به اصطلاح شرف خود را با زنان عضو خانواده اشان پیوند می دهند. در بسیار منطقه های پاکستان زنها را چون مال ارزیابی می کنند. از این رو همه اعضای خانواده به مثل پدر و برادران، پسران عمک و خاله خود را صاحب این زنها می شمارند. تشکر داوود خان خطک سردبیر رادیو مشعل به سوالهای ما پاسخ داد و یک معلومات دیگر. قتل‌های به اصطلاح ناموسی در پاکستان حداقل روز یک بار رخ می‌دهند. میگوید کمیسیون حقوق انسان این کشور که حکومت را برای ناتوانی در پیشگیری چنین حادثه‌ها انتقاد می‌کند. سال 2024 در پاکستان در مجموع 405 به اصطلاح کشتارهای ناموسی ثبت شده است. اکثر قربانی‌ها زنان بوده. کشتارها را نزدیکان آنها گویا با دلیل حمایت از شأن و شرف خانواده هایشان صادر کردند. در پاکستان بسیار خانواده های محافظه‌کار به ازدواج های اختیاری و بدون اجازه عائله هایشان مخالفت می کنند.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. قرار است سرمایه‌گذاران چینی کلانترین کارخانه معدن تازه‌کنی را در شمال تاجیکستان دیگر باره فعال کنند. کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمان 15 سال اخیر از کار مانده بود و در حالی که در گذشته منبع کار و درآمد صدها ساکن محلی بوده است. در این باره گزارشی فرزان محمدی. اینوستران تاجیکستان و خیتای مبلغگذاری شده‌اند در کمبینات کارهای حاضر کارهای آمادگی کارهای وصل‌کنی رفته ایستاده است. مسئولان حکومت شهر گلستان روز 21 ایول در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفتند که بعد سالهای طولانی به کلانترین کارخانه معدن تازه‌کنی در منطقه سرمایه‌گذاری یافتند. از آن پیش کارخانه معدن ادرسمان در اختیار صاحبکاران قزاقستان بود و طول تقریباً 15 سال اخیر از فعالیت باز ماند. حالا کشور چین آماده شده است که برای دیگر باره به کار انداختن آن مبلغ گذاری نماید. آن شخته هایی که اگر که با خبر باشتن آب زیر کده بود چند بود همه آب باشن روز تازه کردن آبشیجیتای حاضر دیمانتاژ رفته است برای کارگرها و دیگر کارهای آمادگی راه تعمیر و دیگه کارها رفته است و اگر که من خطا نکنم 50 میلیون دلار اینوستیسیه باید شود زیاده از 50 میلیون دلار اینوستیسیه وارد میشه کارخانه. شهردار پیشین قبلا گفته بود که بیشتر سرمایه‌گذاران روسیه و عربستان سعودی به این کان معدن مراغ ظاهر کردند، ولی گفت و شنید با کشور چین حالا در مرحله نهایی قرار داشته است. با گفته ایلهام پولادزاده ماه‌های نزدیک و تا نیمه سال آینده کارخانه مرحله به مرحله به فعالیت خواهد پرداخت. هرچند مقامات طرح سرمایه‌گذاری را امیدبخش می‌نامند، ولی تا حال شرایط حقوقی و ضمانت کار برای کارمندان کاملا روشن نیست. کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمان در عهد شوروی تأسیس یافت و به پیدایش شهرک در حدود شهر گلستان قیراقم سابق در ولایت سوخت زمینه گذاشت. از آن زمان ادرسمان را شهرک کوهکن‌ها می‌گفتند و دلیلش هم این که بزرگترین کان نقره در همین مکان جایگیر است. فلزات گرانبها از جمله طلا و سرب در بغل کوه‌های قورمه و قرامزار همین منطقه نهفته‌اند. کارخانه از سال 2006 به شرکت قزاقی کان منصور تعلق داشت و عمدتاً خاکه نقره استخراج می‌کرد. کارخانه ادرسمان فعالیتش را سال 2012 قطع و خود را مفلس اعلان کرده بود. سال 2017 بحث میان مالکان قزاقستانی کارخانه معدن ادرسمان و مقامات تاجیکستان به فایده دولت انجام یافت و کارخانه دوباره ملی اعلان شد. آگاهان میگویند بعد دولتی شدن کارخانه نیز وضع در این سمت تغییر نکرده کارخانه در ورطه‌ای از همپاشی قرار گرفت. بناهای عظیم آن حالا یک نمای فرسوده را دارد و سیمای شهرکی صنعتی زمان معروف را تیره کرده است. این حال نقبکنها و کارمندان آن را مایوس کرد و اکثریت اهالی شهرک را پریشان و سرگردان ساخت. اهالی بیش از 16,000 نفره ادرسمان امیدوارند که مشکلی فعالسازی کارگاه حل خواهد شد و مردم شهرک را مثل پیشتر با کار و شرایط خوب زندگانی فرا خواهد گرفت. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر گلستان. بنا به آمار تازه بانک اوراسیایی رشد، انتقال پول از خارج به تاجیکستان در 3 ماه اول امسال 66% افزوده به 1.8 میلیارد دلار رسیده است. در یک بیانیه کوتاه این بانک در تلگرام آمده است که افزایش پولهای انتقالی و قیمت بلند طلای صادراتی سبب تقویت قرب سامانی پول ملی تاجیکستان شده است. قسم مهم این پولها را مهاجران کاری از روسیه به خانواده‌هایشان می‌فرستند. برنامه امروزه در همجا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه azadi.org و همه صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما.